سلام و درود خدمت دوستان عزیز. ما امروز در مورد قسمت دوم آپدیت های DNS اومدم این آموزش رو درست کردم. شما برای اینکه بتونین قسمت دوم آپدیت ها رو انجام بدین امروز در حقیقت با دیت امروز که میشه فبروری 29 2024 ایمیلی رو دریافت کردین که در حقیقت الان نمونه اون ایمیل رو اینجا میبینین. شما این نمونه این ایمیل رو که اینجا دارین در حقیقت قسمت اول این بالا باید دومین خودتون باشه، یعنی ایمیل خودتون که باش وارد شدین، و این پایین باید دومین خودتون باشه و این دوتا قسمت نوشته read GoDaddy guidance and then the other one is watch video. So شما برای اینکه این رو وارد بشین و شروع بکنین مراحل رو، شما روی این read GoDaddy guidance کلیک میکنین. وقتی که شما روی این کلیک بکنین این صفحه برای شما باز میشه که در حقیقت صفحه GoDaddy این بالا نوشته شده Microsoft 365 و در حقیقت step 1. وقتی که برین روی step 1 شما میاین و روی Microsoft 365 Defender Portal Microsoft 365 Defender Portal اینجا رو کلیک میکنین. خب اینجا ازتون میپرسه که با کدوم اکانتتون وارد بشم. شما در حقیقت اینی که بخواین بگین با کدوم اکانت وارد بشه، شما باید بیاین ببخشین نوتیفیکیشن ها. شما اگه بخواین با این وارد بشین، شما باید بیاین اون ایمیلی رو انتخاب بکنین که با اون ایمیل شما در گوددی رجیستر کردین. این رو انتخاب میکنین و با این انتخاب شما وارد این صفحه میشه. در حقیقت دوباره همون پسوردی رو که توی گوددی وارد کردین، همون ابتدای کار که ایمیل رو گرفتین، اون رو وارد میکنین و وارد مایکروسافت 365 میشین. حالا این سوال رو هم هر جوری که خواستین جواب بدین. حالا من میگم حالا دیگه دوباره این آیتم رو دیگه برای من نشون نده. منتظر میمونیم تا تمام مراحل لود بشه. وقتی که لود بشه اینجا شما یک به اصطلاح دومین خودتون رو میبینین با یه آیتم دیگه که این پایین برای ساینینگ دومین استفاده میشه، مال خود مایکروسافتتونه. خب شما روی دومین خودتون کلیک میکنین و وارد دومین خودتون میشین. حالا در این قسمت مال من الان اینجا به اصطلاح خاکستری رنگ هست، ولی وقتی که شما وارد این قسمت شدین، این قسمت سفید رنگ به اسم خودتون خواهد بود و این پایین در حقیقت شما این رو خواهید دید. در این قسمت نوشته Create DKIM Keys. شما روی این کلیک میکنین و وقتی که روی این کلیک کردین در حقیقت این صفحه برای شما باز میشه که نوشته Publish CNAMES. شما این رو کلید کاپی رو میزنین و بعد برمیگردین روی همین صفحه خودتون، روی صفحه دسکتاپتون و در روی صفحه دسکتاپ رایت کلیک میکنین، نیو، یه تکست داکیومنت باز میکنین. میدونم که مایک در ویدیوی خودش گفته که باید ورد داکیومنت باز بکنین، ولی وقتی که تکست داکیومنت رو باز میکنین و وقتی این تکست داکیومنت رو شما آپدیت میکنین و وارد میکنین، در حقیقت دقیقاً با همون فرمتی که من به شما نشون دادم، این دقیقاً به همون فرمت اینجا وارد میشه. خب شما این رو کلیک میکنین و اینجا مثلا پیست میکنین. خب و این داکیومنت رو سیو میکنین. در حقیقت وقتی که شما این کار رو انجام دادین، این به این صورت سیو خواهد شد. ببینید دقیقاً همون جوری که کاپی کردین اینجا برای شما این داکیومنت سیو خواهد شد. حالا این قسمت همون لینک ورود به قسمت سکیوریتی پورتال مایکروسافت هست که باش کاری ندارین و این قسمت رو شما باش کار دارین. شما از اینجا این دوتا رو باش کار دارین. حالا وقتی که این دوتا انجام شد، شما وارد سایت گوددی خودتون میشین. شما میرین و وارد گوددی میشین.
دام اشتباه. شما وارد پیج گوددی خودتون میشین، روی اکانت کلیک میکنین، میرین روی مای پروداکت، از روی مای پروداکت دومینتون رو که دومین اصلی خودتون هست، در حقیقت مال من این هست، من این رو انتخاب میکنم، وارد پروداکت من میشم. وقتی وارد پروداکت میشین در حقیقت این قسمت دومین رو میزنین، دومین خودتون اینجا هست، میگین manage DNS، manage DNS، manage رو میزنین و وارد پیج DNS منیجمنت میشین. حالا در این قسمت شما به دو سه طریق دیگه میتونین وارد بشین، ولی از لانگ از اینکه شما در دومین خودتون باشین و در DNS ستینگز خودتون باشین، این کار رو میتونین انجام بدین. حالا شما این رکورد رو باید وارد بکنین که اولین رو add new record، سی نیم رو انتخاب میکنین، از دراپ دان منیو سی نیم رو انتخاب میکنین و گزینه اول مواظب باشین که هیچ نوع سپیس یا فاصله ای رو کاپی نکنین. خب شما این رو میتونین رایت کلیک بکنین، این رو کاپی بکنین و داخل این نیم این رو پیستش بکنین. حالا میایین روی ولیو و در حقیقت ولیو شما میشه دوباره از ابتدای اینجا انتخاب میکنین بدون اینکه هیچ چیزی رو جا بندازین، فقط اضافه بر سازمان، هیچ فاصله ای رو در حقیقت نه اینجا و نه جای دیگه ای وارد بکنید. شما این رو اینجا پیست میکنید، این رو TTLش رو روی کاستوم قرار میدین و روی 600 و میزنین سیو. منتظر میشین تا این پیغام رو ببینین. حالا یا میتونین همه رو با هم دیگه بزنین یا تک تک که اگر مشکلی باشه بدونین مال کدوم یکی. حالا ما میریم قسمت دوم، دوباره add new رو میزنیم، قسمت سی نیم رو انتخاب میکنیم، دوباره برمیگردیم تو همون تکست داکیومنت، سلکتور نمبر 2، یعنی ما الان دوباره از ابتدای این رو انتخاب میکنیم، کاپی و در قسمت نیم پیستش میکنیم، میایم دوباره تو ولیو، حالا قسمت ولیو میایم این رو انتخاب میکنیم، کاپی میکنیم و در قسمت ولیو این رو پیست میکنیم، کاستم 600 و سیو. بعضی وقتا وقتی که شما این رو وارد میکنین ممکنه به شما ارور بده و بگه که این وارد نشده، یعنی در حقیقت شما اون رو اشتباه شده یا رکورد نمیتونه سیو بشه. برین چک بکنین ابتدا و یا انتهای اون پیستی که کردین در حقیقت فاصله ای وجود نداشته باشه. نورمالی روی اون فاصله خیلی حساسیت نشون میده. خب ما الان این رو وارد کردیم، حالا میریم پایین و پیدا میکنیم این سکتور رو که ببینیم دقیقاً اون چیزی رو که ما میخوایم در صفحه اول انتها. حالا اگر این رو من یک کمی بیشترش بکنم همه رو در یک صفحه خواهم دید. خب سکتور 1، سکتور 2 به اسم خودمه، دومین خودمه و در حقیقت همون چیزایی رو که کدایی رو که در آوردم. پس ما الان اینجا با موفقیت گوددی خودمون رو ستاپ کردیم، از این میایم بیرون، دوباره برمیگردیم تو همون پیجی که نبستیمش، یعنی همون دومین کی که قبلا داخلش بودیم. حالا این امکان داره که یک مقداری طول بکشه که وقتی من اینیبل بکنم، ببینیم وقتی من الان این رو تازه آپدیت کردم و اگر این رو اینیبل رو بزنم، این به صورت چرخشی میچرخه و میگه که سیوینگ، ولی مطمئنا همون لحظه اول این کار نمیکنه. ممکنه 1 ساعت تا خودش میگه تا 4 روز، ولی ممکنه 1 ساعت تا 4 روز طول بکشه، ولی چیز نکنید. مال من انجام شد، یعنی 1 ساعت هم حتی طول نکشید و سریعا مال من آپدیت شد. بعضیا نگران نباشین، اگر به شما
چون مال من الان آپدیت شد، درسته؟ ولی بعضی از ماها اگر وارد میکنیم در حقیقت به این برمیخوریم که وقتی کلید اینیبل رو میزنیم ما یه ارور اینجوری دریافت میکنیم. این ارور رو نگران این ارور نباشین. این ارور میاد و اینجا نوشته شه. ببینید که ممکنه چند دقیقه همونجور که مال من طول کشید و ممکنه تا 4 روز این اتفاق بیفته که بتونه اون رو آپدیت بکنه. اگر این رو گرفتین نگران نباشین. این میرین بیرون، دوباره برمیگردین، دوباره میایین همینجا با همون مراحلی که وارد شدیم و دوباره اینیبل میکنین 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، حالا 1 روز بعد و مطمئن باشین که این انجام خواهد شد. نگران نشین که نشده. و بعد که این پیغام رو همونجوری که مال من رو هم دیدین، اگر این پیغام رو دریافت کردین شما با موفقیت این کار رو انجام دادین و این رو کلوز میکنین و از این میایم بیرون. گوددی رو میبندین و حالا اگر اطلاعات زیادتری در مورد دومین کی بخواین، در حقیقت اینجا این دومین کی ها رو برای شما توضیح داده که اصلا رکورد دومین کی چیه و اصلا اینیبل کردنش چه شکلیه، چرا باید اینجوری بشه و اگر اطلاعاتی رو لازم داشتین شما از این قسمت میتونید دریافت بکنید. امیدوارم این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی مورد استفادهتون قرار بگیره. به امید دیدن شما در یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار.